در نیمه شب با قطره اشکی شروع کن. سر به سجده بگذار و با الله درد و دل کن. از سختی ها و غم های دلت بهش بگو که تو قدرتمندتر از همه ای، شنواتر از همه ای، بیناتر از همه ای، بس کمکم کن. کلمه ای که با اون میتونی درهای آسمون رو به صدا در بیاری و غم و ناراحتیت رو از بین ببری. زمانیه که بگی یا رب، ای پروردگارم، ای پروردگار من. و الله کسی رو ناامید نمی کنه زمانی که بگه یا رب. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليباب لقطر الماء.